هورمون نگرانی خانواده‌ها در مورد مصرف مرغ‌های گوشتی. ببینید دوستان، من تفسیری به رأی نمی‌کنم، رساله هم ننوشتم، ولی تمام مقالات تایید می‌کنند هورمون‌ها پروتئین هایی هستند که در اسیدهای گوارشی از به عنوان مثال هر زمان توانستن انسولین خوراکی بسازن، آن موقع میتونید باور کنید که مرغ‌ها هم هورمون میدن. و اما شاید سوالی پیش بیاد که آیا هورمون رو تزریق نمی‌کنید؟ آیا امکان این وجود دارد که 100,000 200,000 قطعه مرغ رو در یک روز ما تزریق هورمون کنیم؟ به هیچ وجه. بنابراین به این چرندیات فضای مجازی که جناب آقای دکتر روازاده، جناب آقای دکتر اکبری میفرمایند اصلا گوش فرا ندهید. بنده به عنوان فرزند کسی که از سال 1342 به پرورش مرغ گوشتی مشغول بوده، خودم و خانواده و برادرانم تمام این مرغ‌ها رو مصرف کردیم و بیشتر از همه شما در ایران از این مرغ چه اوایل انقلاب چه الان استفاده کردیم و هیچ عوارضی حقیقتا من در این مرغ‌ها ندیدم. منتظر بخش بعدی باشید.